با درود خدمت همه شما عزیزان. مطابق پنجشنبه شب‌ها در خدمت شما هستیم با برنامه کارگاه کتابخوانی، بررسی قسمت‌های مختلف کتاب جهان‌های موازی همراه با جناب مهندس علی هادیان، مترجم کتاب که لطف دارن همیشه ما رو برای اجرای این برنامه همراهی میکنن. اجازه بدید که من ایشون رو اضافه کنم به برنامه. اجرای برنامه رو هم مطابق معمول خانم دارم امشب ایشون رو هم در کنار خودمون داشته باشیم. درود بر شما جناب هادیان عزیز، شبتون بخیر باشه. ظاهرا خانم بدیعی اینترنتشون یاری نمیکنه، من هرچی تلاش کردم ایشون رو نتونستم اضافه کنم. حالا سعی میکنم که دوباره در بین برنامهشون رو اضافه کنم توی برنامه. بریم بپردازیم به کتاب، فصل 7 کتاب نظریه ام. البته فکر میکنم قبلا یه مقداری صحبت کردیم در جلسات اول، فکر میکنم بود که تا حدودی یه سری صحبتایی شد. حالا در واقع کاملتر و جامعتر میخوایم به این موضوع بپردازیم با لطف شما. سلامت باشید. خب این فصل به نظریه ریسمانا اختصاص داره. ما یه سری توضیحاتی آقای مهندس دادیم در فصل‌های ابتدایی. الان به نظرتون اونا رو تکرار کنم یا یه جنبه‌های دیگه ای از نظر فرض کنیم شنونده ها مثلا اونا رو گوش کردن؟ من فکر میکنم که از اون بحثایی که اون روزها کردیم در واقع یه مقداری عبور کنیم، بریم توی حالا مسائل جزئی‌تر و مسائل عمیق‌تر، چون حالا از همین جا دعوت میکنم دوستانی که حالا اون برنامه ها رو ندیدن یا اطلاع نداشتن ارجاعشون میدم به همون برنامه ها و در پایین همین برنامه بعد از اینکه برنامه ذخیره شد من اون لینکاش هم میذارم. دوستانی که بیشتر خواستن یه مقدمه‌ای برای این لایو داشته باشن اون رو هم برند و بررسی کنند و مطالعه کنند. میگم حالا دیگه از اون حرفای یه مقدار مثلا تکراری تر بگذاریم و بریم یه مقدار عمیق تر شیم به مطالب کتاب. حتما. خب نظریه ریسمانا الان که این روزا داریم صحبت میکنیم مثل موقعی که کتاب نوشته شده رو بورس نیستن. اون موقع هیجان ایجاد کرده بود. از آخرین موج هیجان انگیزی که توی نظریه ریسمان ها ایجاد شده بود 10 سال میگذشت. من یادمه که خود منم خیلی هیجان داشتم وقتی که این کتاب رو شروع کردم به خوندن، میخواستم ببینم آخرین حرفا در این زمینه چیه. از اون موقع تا حالا 15 سال گذشته و این هیجان فروکش کرده. هیجان توی اکتشافات فیزیکی چیزای غیر لازمی نیستن. علم یک کار اجتماعی، دانشمندا هم توی جامعه زندگی میکنن، آدم دچار هیجان میشن و خیلی از اکتشافات رویکردها به نظریه های علمی از همین هیجانات سرچشمه میگیره. یعنی یه عاملی باعث میشه که توجه دانشمندا به یه چیزی جلب بشه. اینطوری نیست که اونا از قبل بدونن مثلا اکتشاف بعدی چی خواهد بود یا رو چه چیزی باید کار کنن. اغلب اتفاقات و روندهای اجتماعی همین هیجانات دانشمندا روش اثر میذاره. اول ریسمانا تاریخچه طولانی داره. تقریبا 50 سال پیش اولین بار به صورت اتفاقی برای یک کار دیگه اصلا به ریسمان ها برخوردن. یعنی اون موقع زمانیه که دانشمندا به شدت تلاش میکنن که نیروی هسته‌ای قوی و توی هسته اتم ها که داره کشف میشه به تدریج توی اتم شکن ها توضیحش بدن. یعنی یه
ساختار ریاضی براش تولید کنن، ارائه کنن که بتونه اینو باهاش محاسبه کنن که چه ذراتی از برخورد چه ذراتی باید به وجود بیاد، بعد برن پیش بینی ها رو آزمایش کنن. این فضای زیر اتمی همینطوری به وجود اومد، توی قرن 20 اینطوری کشف شد. هم آزمایش ها قدم به قدم اومدن جلو، هم نظریه های ذرات قدم به قدم اومدن جلو، با همدیگر رو تکمیل میکردن. اینطوری بود که نظریه ها پیش بینی هایی میکردن، ذراتی که نظریه ها پیش بینی کرده بودن پیدا میشد، دانشمندا هیجان زده میشدن. یه نقل قولی از یکی از فیزیکدانا هست که توی همون موقعی که دارم صحبتشو میکنم، دهه‌های 60 و اینا میلادی، که انقدر هر روز یک ذره کشف میشه که به شوخی میگن امسال جایزه نوبل ما میدیم به فیزیکدانی که هیچ ذره کشف نکنه. اینطوری همه دارن ذره کشف میکنن و بهش میگن یه باغ وحشی. اوضاع خیلی جالب نیست. برای اینکه بهتون بگم چرا جالب نیست، اینکه خب ما تو فیزیک دنبال ذرات بنیادی داریم میگردیم دیگه. نظریه ابرریسمان هم میخواد همین رو توضیح بده که آقا همه چی از چی ساخته شده. شما تا مولکولش رو دیگه میدونیم، تا اتمش هم میدونیم، داخل اتم هم میدونیم، هسته هم میدونیم، ولی پایین تر از اون میخوایم ببینیم که به یه چیزی میرسیم که دیگه اینا اجزای سازنده جهان باشن، اونا رو دیگه نشه خورد کرد، یعنی ساختار داخلی نداشته باشن. انتظار نداریم آجرهای جهان، یعنی اون مواد اولیه ذراتی که با جهان ساخته شدن و خودشون بنیادی، یعنی دیگه قابل تجزیه نیستن، اینا خیلی متنوع باشن. حالا دانشمندا معمولا برای توضیح این از به شوخی اینجوری استفاده میکنن که خدا اگه میخواد جهان رو بسازه، خب به مصالحش خیلی متنوع نباید باشه. قاعدتاً برای ساختن جهان ما انتظار داریم قوانین فیزیکی ساده باشن، اجزا و ذرات بنیادی سازنده جهان هم تا باشن با یه قوانین ساده. توی اواسط قرن 20 حالا شما فکر کنین جریان چیه؟ شما میرین دنبال این که اون اجزای ساده سازنده همه چیز رو پیدا کنین، بعد یه عالمه چیز پیدا کنین. هر روز یکی میاد میگه اینم بنیادیه، اونم بنیادیه، اینم یه ذره بنیادیه دیگه. اینطوری نظریه ها دارن تکمیل میشن. خب حالا اینا که پیدا میشن، نظریه باید پا به پاش بیاد دیگه. نهایتا من خلاصه کنم، یه چیزی به نام مدل استاندارد داره پدید میاد و تکمیل میشه و نظریات فیزیکی هم مرتب کنار کشف ذرات میرسن تا به اینجایی که الان هستیم. تقریبا هم من خدمتتون عرض کنم که توی 50-60 سال گذشته یه قدم هم جلو نذاشتیم و این چیز جالبی نیست دیگه. یه دفعه از اون دوره‌های هیجان انگیز اکتشافات هر روز متوقف شدیم. توی 50-60 سال چند تا اکتشاف عمده بیشتر نداریم. این الان فیزیکدانا رو فکر انداخته که چرا، علتش چیه، آیا باید تغییری بدیم در روی کردمون. خلاصه این اواخر این دوره نظریه ریسمان ها به شکلی معادله تصادفاً توسط دو تا دانشمند پیدا شد و بعداً فهمیدن که بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردن اثر داره. ولی عمده ماجرا از اینجا شروع شد که کل نظریه ریسمان ها تقریباً 50 سال باهوشترین و مستعدترین فیزیکدانامون روش کار کردن. اونم این بود که ما 2 تا نظریه مهم فیزیکی داریم که هر کدوم یک قسمتی از جهان رو توصیف میکنن. یه مکانیک کوانتومی برای ذرات زیر اتمی، یه نسبیت عام برای اجسام بزرگ مقیاسی مثل کهکشان‌ها و اینا. خب وقتی
به عنوان یه فیزیکدان نگاه میکنید، میخواین به سوالات مهم جواب بدین، این قابل قبول نیست. 2 تا نظریه تو 2 تا حوزه مختلف. نمیتونید، دوست دارین که یه نظریه باشه. مثل این که بذار اهمیتشو بگم، فکر کنین که ما فیزیکی درست میکنیم که مثلا وقتی که واسه ماشینا داره استفاده میشه، بگه وقتی 100 کیلومتر به بالاتر سرعت تو یه فیزیک دارین، مثلا 100 کیلومتر به پایین تر یه فیزیک دیگه دارین. اینا هر فیزیک داری میدونه که باید یه ارتباطی با هم داشته باشن، چیزی نی که این 2 تا با هم جدا کنه. اگه شما 2 تا نظریه دارین، اینا ریشهشون یه چیزه، میگرده دنبال اون ریشه. اگه ما یه قوانین داریم واسه ریز مقیاسا، یه قوانین داریم واسه بزرگ مقیاسا، معلومه که ما تمایل داریم که یک قانونی پیدا کنیم که در هر 2 تا این ازش نتیجه بشه. این کار یه خواب و رویا هم نبوده ها. توی فیزیک سابقه تاریخی این اتحاد نظریه ها زیاد بودن. یعنی یک چیز، یه ایده موفقیه. همیشه وقتی فیزیکدانا اینو سر لوحه کار خودشون قرار دادن، یه دفعه موفقیت‌های بزرگی به دست آوردن. مثلا تو قرن 19 وقتی که ما داریم سر در میاریم از الکتریسته و مغناطیس، اول نمیدونیم اینا انقدر به هم مربوطن. تقریبا قوانین الکتریکی جدا به دست میاد، قوانین مغناطیسی جدا. بعد یه دانشمند نابغه‌ای میاد نشون میده که اینا یکی هن و قوانینی مینویسه، یه قانون مینویسه که حالا میبرین تو الکتریسته، تمام الکتریسته و برق و اینایی که الان داریم زندگی میکنیم باشون بر مبنای اونا ساخته شد، و یک حوزه‌ای هم برای مغناطیس و ترکیبشون تازه. بنابراین تو قسمت‌های این سابقه فکری رو داشتن دانشمندا که این باید یه نظریه ممکنه وجود داشته باشه و خیلی هم خوبه دیگه. ما سادگی رو توی فیزیک دوست داریم. به این ترتیب و این رؤیای انیشتن بود. انیشتن گام‌های بزرگی برداشته بود. تقریبا 30 سال آخر عمرش رو صرف پیدا کردن این نظریه کرد. بهش میگفتن نظریه میدان واحد. یعنی چیزی که میدان‌های کوانتومی و با میدان‌های گرانشی که مال نسبیت عامه یه نظریه باشه همه اینا رو انجام بده. نشد. چندین بار توی همین فصل 7 کتابم میچیو کاکو توضیح میده که چه دانشمندای بزرگی با چه تلاش‌های زیادی و چقدر صرف وقت و انرژی گام برداشتن، خیز برداشتن مثل ارائه این نظریه، ولی خب شکست خوردن و نتونستن انجام بدن تا اینکه نیمه تقریبا این تمام عمر پیشتازان نظریه کوانتوم گرفت. تمام پیشتازان، اونایی که نظریه مکانیک کوانتومی رو ارائه داده بودن، کسی که نظریه مکانیک نسبیت عام رو ارائه داده بود، در این رویا درگذشت. یعنی طول کشید نتونستن انجام بدن. چه رویایی؟ این که ما یه نظریه داشته باشیم توی ریز مقیاس تبدیل بشه مکانیک کوانتومی، در بزرگ مقیاس تبدیل بشه نسبیت عام. و خیلی کارهای دیگه هم باش میتونستیم بکنیم. خب پس این یک رؤیایی به اضافه سوابق زیادی از شکست خوردن فیزیکدانا، یه دفعه فیزیکدانا متوجه شدن که شاید این معادلاتی که پیدا شده بتونه همون نظریه رؤیایی باشه. تفاوتش چی بود؟ ایده‌ای که به تدریج در طول 20 سال شکل گرفت این که ما اگر بیایم فرض کنیم ذرات بنیادی یه دونه نقطه نیستن، ممکنه مشکلمون حل بشه. مشکلی هم که این همه دانشمند بزرگ داشتن این بود که نظریات یک پارچه‌ای که میدادن 2 تا مشکل عمده برمیخورد. یه مشکل این بود که مدام توش بی‌نهایت ها ظاهر میشدن، که بی‌نهایت ها توی فیزیک
یعنی شکست نظریه‌ای که برسه یه عددی و شما توش حساب کنید بده بی نهایت، یعنی نظریه غلطی و بندازین دور. مثلا فرض کنید شما یه نظریه دارین که یه سری شواهد و مدارک رو میگیره، مثلا حجم یه ابر رو تو آسمون بهتون میده، میگید مثلا من دما و سرعت باد و میزان بارندگی و اینا بهم بدی، این نظریه هم حجم آبی که تو ابر هست مثلا بهتون میده. خب حالا در یه شرایط حساب کنید یه دفعه حجم آب توی ابر رو بده بی نهایت، یه معلومه که بی معنیه دیگه، یه عدد باید بده. در بقیه فیزیک هم همینطوره، سرعت یه جسمی رو محاسبه میکنید بده بی نهایت، به درد نمیخوره که جرم یه چیزی رو حساب کنید بده بی نهایت. پر است از این، پر میشد از این بی نهایت ها زیاد بود تو نظریه های میدان یک پارچه. یکی از پس علتایی که میگیم اون دانشمند شکست خورد، خود انیشتین شکست خورد، این که بی نهایت ها ظاهر میشدن. دوم این که تناقضای ریاضی هم نابود کننده نظریات فیزیکیه. یعنی شما بهشون میگن آنومالی، یعنی غیر طبیعی، نقص. شما از یه قسمت نظریه مثلا یک جرم یه ذره رو حساب میکنید یه عددی بشه، از یه قسمت دیگه همون نظریه جرم همون ذره رو حساب میکنید یه عدد دیگه بشه. خب یعنی این نظریتون تناقض داره دیگه، نمیشه یه پارامتر رو از دو راه که حساب میکنید دوتا بشه. خلاصه این دوتا مشکل وجود داشت. این مشکل اول ظاهرا حل میشد، چون که اگر ما فرض کنیم ذرات بنیادی نقطه نیستن و یه خط کوچیکن، یه ریسمان ریزن، بعد تقسیم بر صفرها خیلی وقت تو نظریه بین میرفت، این بی نهایتا تقسیم بر صفرها به دست میومد. یعنی چون نقطه وقتی نزدیک میشی دیگه صفره، ابعاد نداره، بی نهایت ظاهر میشد. اگه شما به اون بعد بدی بی نهایت ها میره. دوم یه سری از تناقضات هم از اینجا از بین رفت که دیدن که باید نظریه ریسمانی رو در ابعاد بالاتر بنویسن، بیشتر از این 4 تا بعدی که ما داریم. یعنی ما 3 تا بعد مکانی داریم، طول و عرض و ارتفاع. یه بعد زمانی هم داریم، انیشتین 4 تا رو با هم یکی کرده، اون الان میگیم 4 تا دیگه، میگیم فضا زمان 4 بعدی. دیدن اگر که بخوان تناقضا رو حذف کنن، اول فهمیدن توی 26 بعد باید نوشته بشه، بعد یه نظریه 10 بعدی هم پیدا شد. دوباره هیجان انگیز شد این نظریه ریسمان ها 4-5 بار در طول تاریخ زنده شده دوباره مرده. یعنی یه دفعه هجوم آوردن بهش فیزیکدانای جوان، دانشجوی دکترا، بعد شکست خورده گذاشتن کنار، دوباره یه دور جدید. الان تو دوره در قعر جدول خلاصه تیم فوتبال ریسمانی الان امتیازاش خیلی کمه، اون پایین تقریبا داره سقوط میکنه به دست پایین تر. حالا چند تا بازی و پشت سر هم ببره اینا، باید دید که دوباره بیاد بالا. چند بار این اتفاق واسش افتاده. الان خوشبین نیستیم، ولی خب به هر حال که ممکنه. پس به خاطر همینه که میگن که خیلی قابل درک نیست و هنوز فرمول بندی درستی کسی نتونسته روش انجام بده. شاید حالا بحث این فرمول بندی ها و ایناست که باعث میشه که خیلی مورد توجه قرار نگیره و به قول شما به یه مسئله فرمول بندیشه. ولی ببینید اگر که یه مشکلی نداشت، این فرمول بندیه یه کار سختیه، بالاخره وقت میذاشتن انجام میدادن فیزیکدانا. ولی مشکل اساسیش اینه که تو 20 سال گذشته نتونستیم شاهد تجربی برای درستیش پیدا کنیم. بنابراین وقتی که هیچ نشانه ای از شواهد تجربی پیدا نمی کنیم، فرمولش هم درست بود به درد نمیخورد. شما چند بار تا حالا مثال زدم خدمتتون دیگه، همه جا که ریاضیات درست نمیگه، ریاضیاتتون اصلا کامل باشه،
هیچ نقصی هم نداشته باشه، ولی نتیجهش بایستی حتما با دنیای ما بخونه و اگه نتیجهشو نتونید واسش شواهدی پیدا کنید، اون ریاضیات از چشم فیزیکدانا میفته. الان وضعیت اینطوریه، ولی ماجرا اون اوایل اینجوری پیش اومد دیگه. این اتفاقایی که داره میفته توی طول عمر همسنای ما هست. من مثلا یادمه، حالا شاید جوانترها اینو به صورت تاریخی بخونن، ولی ما در جریان تحولاتش بودیم. مثلا بذارین حیف از جیمز وب یاد نکنیم این تلسکوپه. الان شماها، منظورم جوانتراست، وقتی تلسکوپ جیمز وب بره اکتشافاتشو بیاره، بعدن که واسه دیگران دارین تعریف میکنی یادتونه. میگه من یادمه تلسکوپ جیمز وب وقتی فرستاده شد، بعد یه روز روزنامه‌ها صبح پا شدیم دیدیم چه اخبار مهم میزدن، این کشف شد. در مورد ابرقلیسمان همین اتفاق میافتاد. من یادم سال 95 اتفاق افتاده بود، یکی از فیزیکدانا تو دانشگاه سخنرانی گذاشت، من بودو تو ترافیک خودم رسوندم ببینم این چی بوده. خیلی هم بروز بود موضوع. یه دانشمندی اومده بود عین همین الان اوضاع اسفناک نظریه ریسمان ها مرتب کرد. اوضاع اسفناک چی بود؟ سال 95 میلادی میشه چند؟ میشه تقریبا فکر کنم 74 شمسی، 1373 74 اینا بود. آره همون موقع 74. این قبلش تا 5 سال پیشش وضع خیلی خوب بود، ولی دچار رکود شده بود مثل الان. چرا؟ اینکه یه دفعه دانشمندا، فیزیکدانا که هجوم آورده بودن مطالعهش کنن، از جمله مثلا میچیو کاکو اون موقع جوونه. این موجیو که من دارم میگم موج حمله مال سال 90، مثلا میچیو کاکو باید یه چیزی بوده 35-40 سالش باشه اون موقع، که حالا تو استاد چند تا همکار دیگه داره، یه قسمت از کار رو دست میگیره. اینا رفتن کار کردن و یه دفعه 4-5 تا نظریه جداگانه ریسمانی که با هم متفاوتن ارائه شده. هیچکی هم نمیتونه بگه کدوم درسته. بازم اینجا جای ناامیدیه. شما قرار بود یه نظریه پیدا کنید واسه همه چیز، خب این که 5 تا نظریه، اولش که خنده داره. اگه این قرار نظریه یه ریسمان ها نظریه همه چیز باشه، یعنی هم مکانیک کوانتومی هم نسبیت عام، چرا 5 نسخه داره و هیچ ربطی هم به هم ندارن؟ کدوم درسته؟ تازه یه دونه گرانش کوانتومی هم یه عده دیگه درست کرده بودن کنار هم، میشد 6 تا. اصلا یه بلبشویی بود، هر کی واسه خودش یه سری نظریاش داد و این باعث میشه که یعنی هیچ خبری اینجا نیست دیگه. نمیشه که اینا چون متنوعن و معادل، یعنی همشون مثل هم اعتبارشون قد همه. اینجا جو ناامیدی بود، معلوم بود که چیزی اشتباهه، شاید این اصلا نظریه نباشه، یه چیز خیالی باشه، شاید اجزایش سازنده جهان ریسمان نباشن، ریسمانای ریز. آزمایش که نکرده بودیم، فقط ریاضیات، فرض ریاضی بود دیگه. هر لحظه دوست دارم تصور کنید همین الان که شما دارید ریسمانا رو میخونید، من میگم شواهد تجربی نداره، تستشو بگیریم ببینید یه چیزی ریاضی نوشتین، فرض کردین مثلا اینا ریسمانای ریزه، رفته جلو، ولی یه سر تن و بدنتون میلرزه. چرا که یه شاهدی، مدرکی، چیزی پیدا کنید که شد تصورتون درستی یا نه. اون موقع سال 73-74 شمسی، 95 میلادی هم همین وضعیت بود تا یک دانشمندی پیدا شد، اونم خیلی نابغه است. فکر کنید فیزیکدان بود ولی مدال فیلد گرفته بود تو ریاضیات، یه چیز نوبل ریاضیات دیگه. نوبل موقعی که داشته بود ریاضی خب رونق داشت، اینا جایزه واسه ریاضی نذاشت، واسه فیزیک و شیمی و پزشکی و اینا گذاشت.
خلاصه سر ریاضیدانا بی کلام. خب الان میدونیم که فیلد بهترین مدال توی ریاضیات خانم مریم میرزاخانی خودمون هم گرفتش، مال جووناست، ریاضیدانای جوون. خلاصه این گرفته بود اون مدالو تو فیزیکدان، ولی بری ریاضی درجه 1 ریاضی بشی. خیلی باهوش بود، همه متفق القول بودن. و این اومد در یک درخششی از خلاقیت و نبوغ توی یک کنفرانس نشون داد هر 5 تا اینا معادلن، به راحتی به هم تبدیل میشن. یه چیزی به نام دوگانیه، شما یه تغییر پارامتر تقریبا بدید، بنابراین نشون دادیم 5 تا نظریه نیست، یه نظریه است. یه دفعه خب اینجا هم یه ذره تصور کنید کسایی که شغل و حرفشون فیزیک نظریه چقدر هیجان زده میشن. خب این اگه حقیقتی توش نبود، چطور ما 5 راه مختلف پیدا کردیم و معلوم شد همه اینا یه چیز رو پیدا کردن، پس معلومه یه چیزی هست. و از اون موقع تحقیقات زیاد شد. البته این آقایی که گفتم مجبور شد یه بعد دیگه هم اضافه کنه، یعنی گفت یه نظریه‌ای باید باشه. نظریات اینا این 5 تا 10 بعدی بودن. گویا بعد 11 هم اضافه کنیم، همه اینا از اون نظریه‌ای که 11 بعدیه نتیجه میشن مثل همن. اسمشو گذاشت نظریه ام. تا حالا چارچوباشو پیدا کنیم، یه اسم گذاری کرد، ولی خلاقیتش این بود که نشون داد اینا قابل تبدیلن به هم دیگه. و نهایتاً نظریه 11 بعدی پیش اومد، خیلی پیشرفت کرد. نتایج تجربی سعی کردن، یعنی پیش بینی های تجربی براش پیدا کنن که تو این 20 سال گذشته آزمایش‌ها نتونستن شواهد نشون بدن. الان وضعش اینه که گفتم. حالا من صحبتم قطع میکنم. اگه سوال دیگه ای هست بعد مطالب خیلی در خلال سوالا بگم. علا خواهش میکنم، ممنون. خیلی حتی خانم بعدی متاسفانه تا الان نتونستیم اضافهشون کنیم. منم که زیاد تجربه اجرای برنامه ندارم، بیشتر عکس آماده کرده بودم که عکس‌ها رو بذاریم مطابق با برنامه. حالا امیدوارم که بتونیم تو بعد از برنامه با میکس بتونیم عکس‌ها رو هم اضافه کنیم. صحبت‌های شما در کنار عکس قطعاً بهتر، ملموس‌تر، چون یه مقدار موضوعاتی هست که خود دانشمندا خیلی به سختی میتونن در واقع علاجیش کنن و شما با زبان ساده و خیلی عمومی اینا رو که توضیح میدید آدم جذب میشه و دوست داره که گوش بکنه. خب بریم در رابطه با مشکلات فرافضایی یه مقدار فکر می‌کنم صحبت کنیم که ببینیم در این مورد توی کتاب چه چیزایی توضیح داده شده. خب راجع به فرافضا، پس این نظریه ریسمان یه فرافضا معرفی میکرد. یعنی چی؟ یعنی ما یه فضا داریم الان 4 بعد فضا زمان، 3 بعد فضایی داریم، طول، عرض، ارتفاع، یه دونه هم زمان داریم. خب این میگه بیشترم از این. یعنی خب وقتی شما میگین بیشتر از این 3 بعد فضایی ما ابعاد اضافه داریم، بلا فاصله اینجا فیزیک دیگه، تبلیغات و اینا که نیست. مثلا یه نفر بگه همینطوری، میگن خب کوش، چرا ما 3 تا میبینیم مثلا 4می رو نمیبینیم، چرا 5می رو نمیبینیم؟ نمیشه که. به اضافه این که ریسمان ها اولین نظریه‌ای نبودن که از این ادعاهای عجیب غریب داشتن. قبلترش تقریبا بعد از ارائه نظریه انیشتین توی نسبیت عام، فیزیکدان‌های جوونی نشون داده بودن که اگه ابعاد اضافه جهان داشته باشه، خیلی مسائل فیزیک نظری، این بحث، این موضوع یک پارچه سازی نظریات خیلی حل میشه.
ولی کسی قبول نمیکنه. آخه شما توی فیزیک یه چیزی بگی که اصلا هیچ شواهدی ازش نداریم. البته خیلی هیجان انگیزه برای داستان‌های علمی تخیلی و پیش بردنش تو این 20 سال گذشتم. اولا همین مسئله جهان‌های موازی ازش در میاد. شما اگه ابعاد اضافه داشته باشین اونجا جا هست واسه کلی جهان موازی. یه نوع از جهان‌های موازی هم داریم، قبلا فکر کنم توضیح دادم، به نام جهان‌های موازی ریسمانی که تو این فرافضا، یعنی فضاهای با ابعاد بیشتر از ما، میتونه جهان‌های دیگه هم وجود داشته باشه، مرتبط با جهان ما یا غیر مرتبط با جهان ما. هر دو مدلش میتونه باشه. اصلا ما ممکنه که اگه این چه نظریه درست بود در یک فراجهانی یا متاورسی، مثلا مالتیورسی، که انواع اقسام جهانها شناورن، در کنار هم زندگی کنیم و در اون صورت بعضی دانشمنده گفته بودن انفجار بزرگ ممکنه برخورد مثلا 2 تا جهان با هم باشه که توی جهان ما به صورت یه انفجار دیده شده، ما فکر میکنیم ازش به وجود اومدیم، ولی قبل داره، قبل انفجار بزرگ اونان. ولی به این راحتی نپذیرفتیم. حالا از 95 به بعد این اتحاد این 5 تا باعث شد یکم توجه کردن بهش، رفتن فیزیکدانا واقعا دنبال شواهد گشتن ولی پیدا نکردیم الان و زیاد دیگه خیلی میدونین وقتی یه نظریه به این مرحله میرسه خیلی بهش توجه نمی کنیم، وقت تلف کردن دیگه. ما به عنوان آدمای عادی از فیزیکدانا وقتی چیزی رو قبول میکنیم که محکم حرف بزنن، همشون با هم متفق القول باشن، وگرنه در این صورت چیزی ریسمانی نمیمونه که به عنوان علم بهش تکیه کنیم. بنابراین بحث نظریه ریسمانا خیلی خیلی گسترده بود. اگر در 15 سال پیش صحبت میکردیم خیلی من با هیجان بیشتر میرفتم تو جزئیات، ولی الان فکر میکنم وقتتون تلف میشه. صبر میکنیم تا چند سال دیگه ممکنه کلا بذارنش کنار، یا اینکه شواهدی پیدا بشه بیاد جلو. الان احتمال بسیار زیاد با اینه که کنار گذاشته بشه. بسیار عالی. پس میتونیم منتظر بمونیم قطعا. خب این چیزی که شما گفتید البته یه جوری توضیح دادید در مورد اینکه دوران جوانی، الان هم جوان هستید، همچنین سن زیاده، من تعجب کردم اینکه در رابطه با اون آره جوان هستید و بعد این گذر زمان علم رو آدم واقعا به قول شما مثلا میگه که مال خیلی وقت پیشه، بعد نگاه میکنه میبینه نه همچین سالی نگذشته، مثلا 10 سال 20 سال خیلی نیست که آدم بخواد خوشبختانه به صورت رندومی حالت لوگاریتمی داره میره بالا این فهم ما و درک ما از دنیا، خاطر اینکه علم خب وقتی یه چیزی کشف میشه متعاقبا خیلی چیزهای دیگر از با خودش به همراه میاره یا اثبات میشه، خیلی در واقع زیر مجموعه های زیادی هم در بر میگیره. روی این حساب خب الان ما خوشبختانه در عصری هستیم که به سرعت و به شدت داره موضوعات علمی پیش میره. روی این حساب حالا پس فکر کنم بهتره که 1-2 تا سوال کاربرا مطرح کرده بودن به اونا بپردازیم. فکر کنم بهتر باشه که تا اینکه بخوایم حالا فرضیه ها و نظریه ها رو که حالا تو برنامه هم قبلا صحبت کردیم، دوستانی که بیشتر علاقه‌مند باشن میتونن سر بزنن و استفاده بکنن. گفتم حالا لینک برنامه‌های قبلی رو هم من حتما پایین این برنامه میذارم که بتونن استفاده بکنن. اما 1-2 تا سوال دوستان پرسیده بودن در طول هفته، دوست داشتم که توی برنامه اینا رو مطرح کنیم چون فکر کنم مرتبط هستن با همین موضوعات. اگر لطف کنید اینا رو پاسخ بدید خیلی ممنون میشم. یکی از دوستان سوال کردن که من از جناب استاد یه سوال دارم. جناب هادیان کتابی رو داخل صحبتاشون نام بردن به نام جهان‌های هولوگرافی. فکر کنم هفته گذشته در موردش یه مقدار کوتاهی صحبت کردیم. گفتن می‌خواستم بدونم این کتاب ارزش خوندن داره و یا با مسائل علمی
روز منافاتی ندارد. بعد خوندنش که همه کتابا رو آدم باید بخونه. از این نظر خوبه، نمیخوام که بی احترامی کنیم یا ارزش کتاب به عنوان کتاب ارزشو داره، ولی واقعا وقتی که میذارید اگه به عنوان علم دارید میخونیدش کتاب اشتباهی دستتون گرفتین. کتاب پایه علمی نداره. ما ازش لجمون در اومده، یعنی فیزیک دانا بعدمون نمیاد بهش بگیم شیادی، چون میدونی فیزیک یه حساب کتابایی داره دیگه. یه کلمه ازش بگیرید مثلا برین جلو مردم مثلا بگین فیزیک دانا اینو میگن، خب یه مقداری بده دیگه. اون هولوگرافی که اون اسم گذاشته رو کتابش اصلا چیزی نیست که هنوز در حد خیال و تصور و بازی ریاضی توی فیزیک. و شما میری مثلا میگیریش یک دنیایی یادش میکنی که این پایه فیزیکی نداره. نش یه مثال اگه از من بپرسید یه مثال معروف شبه علم بزن، میگم کتاب جهانهای هولوگرافیک. خیلی گله‌مندیم ما دیگه. مثلا یک هنرمندی مثل آقای مهرجویی ما اینا افراد با ارزش جامعه، الگوان، حرکت فرهنگی ما رو کمک کردن توی فیلماشون، توی کارهای هنری که آفریدن. این قسمت کاری که انجام دادن یک جای گله میذاره دیگه، که شما با توجه به اینکه معتبری همه مردم از جمله ما براتون احترام زیاد قائلیم، میری یه کتاب علمی رو برمیداری ترجمه میکنی، بعد خب خواننده پیدا میکنه همه اثر میذاره، ولی این در جهت توسعه علم و دانش و فناوری نیست و در جهت توسعه خرافات و راهو باز میکنه هر کسی به دلخواه خودش بیا یک کلمه ای از فیزیک بگیره بسازه واسه خودش. مثلا انرژی بگه فیزیکدانا ثابت کردن انرژی فلانه، بعد بره هر چیز بسازه برای خودش، یا هزاران کلمه دیگه. خب اینا ضد فرهنگیه به نظر من. بله اتفاقا دقیقا فرمایش شما. متاسفانه بازار نشر ایران، حالا این رکود این بازار، اون تبعات منفی که داره ما میبینیم دیگه. حالا بازیگر، ورزشکار، گزارشگر همه شروع کردن به کار، حالا از اسمشون فکر میکنم اکثرا استفاده میکنن بیشتر صرفا برای فروش کتاب. این لطمه بدتری وارد میکنه به اون رشته از موضوعات که خب به هر حال بدون اینکه به اون مطالب اون کتاب توجه بشه، اکثرا به اون اسم و به اون برند و بیشتر میشه گفت به اون سلبریتی توجه میکنن و میخرن و استفاده میکنن که این به قول شما ضربه میزنه به همون شاخه از موضوعات حالا علمی و حتی روانشناسی و موضوعات دیگه‌ای که الان تو بازار ایران هست متاسفانه. خب دوست دیگه در مورد خود کتاب سوال کردن، در مورد کلیات کتاب و آقای کاکو گفتن این گونه مقولات بیشتر در حوزه شبه علم قرار میگیرند تا حیطه علم تجربی. شاید به نوعی بشود بر آنها نام خرافات مدرن نهاد، چرا که عوام الناس را به هیجان میآورند و مورد علاقه و پسند نشریات زرد و شومنهایی مانند کاکو هستند. نهایت علم فیزیک که هم به لحاظ نظری ثابت شده و هم در حیطه آزمایش و تجربه مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است. نسبیت خاص و عام، کوانتوم و مدل استاندارد هست. پیش از آن هرچه گفته می شود از جمله نظریه ریسمان، نظریه ام، جهانهای موازی و غیره هنوز به لحاظ نظری و تجربی اثبات نشدند و صرفاً در حد فرضیاتی هستند که توسط برخی فیزیکدانان مطرح شدند و هنوز به شکل قانون علمی در نیامدند. پس چه خوب است که یا به این مقولات پرداخته نشود، یا اگر هم قرار است بررسی شود این بررسی منجر به روشنگری در خصوص زرد بودن و شبه علم بودن آنها بشود. نظر شما چیه؟ تا حدی حق دارن ها. این نگرانی وجود داره که اینجا حوزه‌ایه که خیلی قابل سوء استفاده کردن. نمونه حرف ایشون من میگم کتاب میچیو کاکو و فرد میچیو کاکو نیست، جهانهای هولوگرافیکه. و اگه ایشون میخوایم با دقت بیشتری نگاه کنن، برم ببینم مثلا تو کتاب جهانهای هولوگرافیک چه روی کردی به همین مسائل هست.
ببینید تو کتاب جهانهای موازی چه روی کردی هست. اینجا راه رفتن رو لبه تیغه. من قبول دارم که به راحتی میتونه بگرده بغلطه تو دامان شبه علم و خرافات مدرن، ولی کتاب حرفای کاکو خودش خیلی دقت داره به این که اولا حرفی بزنه که پایه های ریاضی خیلی قوی داشته باشه، چیزایی که توی راجع به فراتر از مدل استاندارد، فراتر از مکانیک کوانتومی و نسبیت عام کاکو میگه نظریاتی هستن که جدی هستن، یعنی مطرحن. اینطوری نیست که مثلا شما برین تو جامعه علمی بگین که این چرندیاته، هیچ توجهی بهش نمیشه. نه، جدیه. هیچ کسی توی جامعه علمی اکثریت به اینا نمیگن خرافات. الان مطالبی که تو جهانهای موازی آقای میچیو کاکو گفته، خب یه کتابی توی همین موضوع برایان گرین نوشته، اسمش از جهانهای پنهان، اتفاقا ترجمه شده، دوست خوب من ترجمه کردن و خود مازیارم چاپ کرد. خب برایان گرین هم چیز شیاده. بعد از این دانشمندا زیاد داریم توی، اگه که دانشگاه خودمون هم برید بعضی میبینین که دارن در این همین زمین ها کار میکنن، مقالات جدی نوشته شده. راجع به چی؟ مثلا تعبیر نظریه مکانیک کوانتوم، این یه چیز کار داره میشه روش و یکی از تعبیرهای مهمش هم تعبیر تجهانیه. توی چارچوب اون تعبیرهایی که آکادمیکن راجبش مقاله نوشته میشه، به نظر میرسه که اینا شبه علم محسوب نمیشن. نمیتونیم بگیم صبر کنیم ببینیم هیچ حرفی راجبشون نزنیم تا نتیجه مثلا به دست بیاد. یه جایی هست، یه جو جامعه علمی، هنوز نمیدونیم دقیقاً چطور این کارو میکنه، ولی جو جامعه علمی بهمون میگه کی داریم از محدوده خارج میشیم. اون جوه که به من میگه که حرفای میچیو کاکو شبه علمی نیست و حرفای جهان هولوگرافیک شبه علمیه. درست. بسیار عالی، ممنونم. امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشم. به هر حال تا زمانی که برخی از موضوعات علمی تا زمانی که اثبات نشدن و هنوز روشون داره کار میشه، نمیشه گفت که خرافاته. اون چیزی کلمه‌ای که ایشون به کار برده بودن به هر حال داره روش کار میشه. اگر بعضی از موضوعاتی مثل اون بحث اعتقادی مذهبی که خیلی از شیادین استفاده میکنن روی اونها اسم خرافات گذاشته میشه، با اینکه علم ثابت کرده که اینا دیگه کاربردی نیست. نمیدونم نیرو گرفتن از کهکشان ها و تو روز خاص فلان کار برای شما خوب است یا بد است، اونا دیگه علم اینو ثابت کرده، به روی این حساب به اون میگن خرافات. ولی وقتی که هنوز علم داره روش کار میکنه، اسمش نظریه است و قابل بررسی و قابل در واقع صحبت کردن. دوست دیگری گفتن در رابطه با نظریه آشوب صحبت کنیم. نمیدونم حالا اگر فرصت هست یا توضیحات کوتاهی اگر میشه در این مورد داد که صحبت کنیم، اگر نه مثلا یه وقت صحبتش توی کتاب رسیدیم بهش اونجا بازش میکنیم، چون دیگه الان باز کردن و بستنش سخت یکم. آره، یه مدت تو گسست ایجاد میکنه تو برنامه‌مون، چون گفتم فقط پرسششون رو سوال کرده باشم که سوء تفاهم پیش نیاد. یه جایی بهش میرسیم سعی میکنم اونجا بگم. بله، پیشنهاد میکنم این دوستمون برنامه رو دنبال کنن، حتما به این موضوع هم میرسیم. دوست دیگه سوال کردم به نظر آینده به سمت مجازی شدن میره تا رسیدن به کشف حقیقت. توی این فصل در رابطه با اون در واقع برنامه کامپیوتری بودن جهان یه مقدار توضیحاتی بود. اگر فکر کنید که توضیحات تکمیلی هست بفرمایید. فقط تکمیل کنم، این نظریه آشوب و سیستم‌های پیچیده امسال جایزه نوبل گرفت
احتمالا سوالی که ایشون کردن به جاست و بهش میپردازیم دیگه که جریانش چیه. چیزه اون هم چیز هیجان انگیزیه، جدیده و توی جلسه خاص خودش میپردازیم. ولی شبیه سازی بودن جهان یه موضوعیه که راجبش دانشمندا دارن صحبت میکنن. میدونید بازم یه فضایی توی جامعه علمی هست که باعث میشه مثلا من اینو خرافی و شبه علم ندونم، چون علم الان چه چیزی علمه چه چیزی شبه علمه واقعا ملاکش جامعه علمیه. تا الان که داریم زندگی میکنیم میریم نگاه میکنیم، اگه اکثر فیزیکدانا میگن این نه چیز جدیه، خب ما هم میگیم چیز جدیه. واقعا اینطوریه ها. وقتی یعنی راهی جز این نداریم. تعداد رو به گسترشی از فیزیکدانا الان دارن به این موضوع فکر میکنن که نکنه جهان ما شبیه سازی باشه. بعضی از فیزیکدانا هم البته موافق نیستن با این موضوع. تک و توک من میبینم که میگن این حوزه‌ای نیست که علم بتونه بره روش، این خودش یه نظریه علمی نیست. ولی در اون حدی هست که ما به کنیم که میگه اگر جهانی که ما داریم میبینیم هر چقدر که درش عمیق میشیم، تا حالا داشتیم میرفتیم ببینیم که چی ساخته شده دیگه، از چی ساخته شده. اول جلسه هم از اینجا صحبت شروع شد دیگه. الان که میریم ته تهش میرسیم یه چیزی پیدا کردیم که انگار از ذره ها هم مهمترن. یه چیزی از اون اجزاء سازنده هم حتی مهمترن و ممکنه اونا بنیادی باشن، نه ذرات، اطلاعات. الان یه دفعه برخوردیم به این که نکنه که ما وقتی که داریم یه ذره رو توصیف میکنیم فقط داریم اطلاعات پردازش میکنیم، نکنه که اصلا اطلاعات پایه و اساس جهان باشن. خب حالا اینطوری که داریم به جهان نگاه میکنیم، اگه همه چی توی جهان پردازش اطلاعات باشه و پردازش اطلاعات، خب یهویی شک میکنیم نکنه ما توی دونه کامپیوتر یه کسی هستیم که داره اینا رو پردازش میکنه. شاید اصلا این ذرات وجود ندارن. نمونهش هم خب جلو رومون هست، بازی کامپیوتری. اون شخصیت بازی که مسلسل دستشه مثلا تو این بازی جنگی داره میره نشونه میگیره اینا، اون پردازش اطلاعاته. وجود واقعی فیزیکی که نداره. در این حال ممکنه شما تصور کنید که کدا رو انقدر پیچیده بنویسین. الان چیکار میکنه این آدم مثلا توی بازی‌های جدید؟ خیلی وقتا موانع خودش میپره، دیدید که خیلی داره هوشمند میشه دیگه، خیلی کمک میکنه تو بازی، خیلی کارا رو خودش انجام میده اینا. حالا اگه چند مرحله بریم بالا اون طرف فکر کنه که نه من واقعیم، چی؟ بتونه حس پیدا کنه، تفکر پیدا کنه، هوش مصنوعی دیگه. اگه اون هوش مصنوعی پیدا کنه بعد فکر کنه که حالا که داریم میبینیم نکنه خودمون اصلا هوش مصنوعی، هوش مصنوعی یکی دیگه. ما مثلا فکر میکنیم خیلی مثلا هوشمندیم، ولی ممکنه که یه هوش مصنوعی باشیم توی یک تمدن پیشرفته تر، اونا ساخته باشن. الان ما اون اشیاء توی بازی، این دیوارهای دوروبرمون، جاده، آسمونا، اینا همه مدل‌های توی نرم افزاری هستن که اون نوشته. یه پردازشگر بسیار قدرتمندم داره و ما فکر میکنیم که وجود داریم، همش پردازش. این داره ذهن یه قسمتی از دانشمندای جدی رو به خودش جلب کرده. بازم ما با احتیاط راجع به این نوع حرفا
برخورد میکنیم و آیا ارزش کردن دارن ندارن، اینا به نظر میرسه که دارن، چون فیزیکدانای معتبری دارن راجبش حرف میزنن. وقتی کتاب مینویسن انتشارات بسیار بسیار معتبر میاد این کتابو چاپ میکنه، مناظره های علمی راجب این برگزار میشه. من اینا رو میگیرم میگم خب نه پس ارزش حرف زدن داره. الانم واسه شما حرف میزنم. میچیو کاکو هم به همین خاطر تو کتابش آورده. بعضی فیزیکدانا خیلی عمیق بهش پرداختن، جدیدن هم مرتب ما میبینیم که راجبش کار میکنن. فیزیکدانای داخل کشورمون بهش علاقه نشون میدن. یعنی همین 2-3 ماه پیش یه مقاله‌ای در این مورد از فیزیکدانای معتبر منتشر شد. من دیدم که فیزیکدانای داخلی خودمون هم اومدن راجبش صحبت کردن. خب اگه شبه علم باشه، به درد نخوره، ارزش صحبت نداشته باشه، خب فیزیکدانا میگن این کتاب هولوگرافیک، یا نخونین حرف نمیزنن راجبش دیگه، ولی وقتی میان حرف میزنن معلومه ارزش داره. حالا شاید هم اشتباه باشه، خیال پردازی باشه. خب پس از این مرحله بگذریم، هی داره جدی‌تر میشه. چرا که بعضی از دانشمندا فکر کردن که اگر تمدن به جایی برسه که بتونه یک جهانو شبیه سازی کنه مثل جهان ما، بعد این به یه دونه اکتفا نمیکنه. اولا تعداد زیاد جهانو شبیه سازی میکنه، بعد جهانهایی که شبیه سازی شده هن خودشون شاید بتونن جهانهای شبیه سازی کنن. مثلا فرض کنید جهان ما اگه شبیه سازی شده باشه، ما به تدریج داریم کامپیوترها رو توسعه میدیم، هوش مصنوعی رو توسعه میدیم، خودمون یه جهانم ممکنه مثلا فکر کنید 1 میلیون سال دیگه بتونیم جهانی طراحی کنیم. بعد اگه اینجوری حساب کنید که جهانهای شبیه سازی شده خودشون میتونن جهان شبیه سازی کنن، حالا جمع بزنید، یه دانشمندا این کارو کردن، چند تا جهان ممکنه شبیه سازی شده باشن و چند تا ممکنه واقعی باشن. بعد شما به طور اتفاقی یکی از اینا رو انتخاب کنید که خودمونیم. چقدر احتمال داره واقعی باشیم، چقدر احتمال داره شبیه سازی شده باشیم؟ بعضی از دانشمندا اینو که حساب میکنن میگن خیالتون راحت، ما شبیه سازی شده ایم. از همین استدلال. بعضیا میگن احتمالش زیاده. این دانشمندا گفتن تا 50% احتمالش هست. و مطالب هیجان انگیز زیادی تو این زمینه هست که اگه بخواین ادامه میدم، اگه نه که هر جور شما بخواین. بله ممنون. فکر می‌کنم یه 4 دقیقه تا آخر 1 ساعت داریم. برنامه رو 1 ساعته معمولا می‌بندیم. با توضیحات شما من یاد فیلم نمایش ترومن جیم کری افتادم. البته بازیگرش جیم کری، کارگردانش فکر کنم پیتر ویر باشه. تو اونم دقیقاً یه همچین فضاهایی رو ایجاد کردن که توی یک دنیای مجازی زندگی میکنه شخصیت این داستان. خب به هر حال اینا چیزاییه که تو ذهن اون، حالا چه دانشمندش باشه، چه محققش باشه، چه کارگردانش باشه، تو ذهن اینها هست. و چه بسا که یکی از اینها مثل همون داستانهای آیزاک آسیموف یا آرتور سی کلارک یا کسانی دیگه که تو این زمینه خب به هر حال یه چیزایی نوشتن و خیلی از اونها هم حالا درسته فانتزی بوده، درسته در واقع ساخت ذهن بشر بوده، ولی به هر حال بعضیاشون دیدیم که بعدها اومدن به حقیقت پیوستن. به هر حال این ذهن خلاق بشر هست ولی گاهی اوقات درست عمل میکنه. همونطوره. آره، خیلی خیلی ممنونم. امشب اذیتم کردیم. خیلی ممنون بابت توضیحات خیلی خوبی که دادین. همیشه من پشت صحنه کامل فالگوش یه جای گوش وا میستم و استفاده میکنم. امروز یه مقدار حالا کامل سعی کردم که فوکوس کنم روی برنامه و خیلی در واقع نس گوش میکردم و نس فوکوس میکردم تو برنامه. حتما برنامه ذخیره میشه. دوستانی هم که حالا از وسط برنامه رسیدن یا اینکه مثل من کامل متوجه نشدن موضوعات رو، میتونن بعدش گوش کنند و ببینند و اگر سوالی دارن در زیر همین ویدیو بنویسن که هفته آینده جناب مهندس لطف میکنند و جواب میدن.
خیلی خیلی ممنونم در این شب زمستانی سرد. خیلی ممنون. انشالله روز و شب خوبی داشته باشین همه دوستان عزیزم. شبتون بخیر. خیلی ممنون جناب. ممنونم. شب همگی بخیر. در پناه خرد باشید.